سلام، وقتتون بخیر. من محمد مهدی یگانه هستم. خیلی خوشحالم که در کنارتونم با معرفی یک برنامه بسیار کاربردی برای اشخاصی که وام قرض‌الحسنه خانوادگی دارن یا وام هایی دارن که اشخاصی توی وامشون ثبت نام کردن و قرعه کشی اصطلاحاً انجام میدن و این وام ها رو به اشخاص تحویل میدن. همونطور که میدونید این وام ها نیاز به حساب کتاب بسیار دقیق داره، اینکه شما واریزی ها برداشت هاتون رو ثبت بکنید و بدونید که چه اشخاصی وامشون رو به موقع پرداخت نکردن، چه اشخاصی نزدیک سررسیدشونه، چه اقساطی سررسید وامشون گذشته. حتی برای همین یه برنامه میخوام بهتون معرفی کنم که تو پنجره بعد یه سری قابلیت های برنامه رو میبینید. خب میریم سراغ برنامه. همونطور که ملاحظه میکنید برنامه به صورت یک فایل اکسل هستش که نمیخوام اصلا آپدیت کنم، که به این صورت هست. ولی ما قبل از اینکه برنامه اکسل رو باز کنید تو پوشه وزیر فونت ها رو حتما نصب کنید. الان من فونت ها رو نصب دارم، واسه همین به من آلارم میده که این فونت رو در حال حاضر شما دارین، نیازی نیست به اینکه نصب کنید. میخواین جایگزین کنید که نیازی نیست، چون من فونت ها رو دارم همشون. بریم وارد برنامه شیم، برنامه رو براتون توضیح بدم. این شماتیک برنامه است. شما فقط با این صفحه کار دارید، با این شیت کار دارید. اصلا به هیچ عنوان توی شیت های دیگه نرین، چون شیت های دیگه کد دارن و فرمول داده شده بهشون و اگر فرمولاش به هم بریزه کلا روند استفاده از برنامه‌تون دچار مشکل میشه. این شماتیک برنامه که میبینید به این صورت هست که صدور دفترچه قسط جدید داره، قسط جدید داره، تعداد مانده، آخرین قسط، سررسید، گذشته، تنظیمات پیامک و همینطور لیست پیامک ها. الان من میخوام یه قسط جدید رو اصلا شروع بکنم. میام از گزینه قسط جدید اینجا کلیک چپ میکنم و مشتریمو انتخاب میکنم. چون اول برنامه شما هیچ مشتری یا تو این برنامه ندارین، از این آیکون به علاوه این کنار استفاده میکنید و اسم مشتریتون رو وارد میکنید. همینطور شماره تماسش رو حتما شماره تماس شخص رو وارد کنید. در ادامه بهتون میگم چرا. کد ملی حالا زیاد چیز مهمی نیست به همراه آدرس. مثلا من یه آدرس فرضی مینویسم و ذخیره میکنم. الان از من میپرسه شماره اولین مشتریتون چند باشه. اصلا این چیز مهمی نیستش. اصلا مثلا میخوام از 100 شروع بشه. این یک کد مشتریه که به هر شخصی داده میشه. الان من محمد مهدی یگانه رو انتخاب میکنم. شماره وامم رو مثلا میذارم. اینم حالا بذارین بهتون بگم، اینم اولیش که میذارین از 1 شروع میشه. میتونین از 101 شروع کنین، میتونین از 200 شروع کنین. این یک کده، اصلا چیز خاصی نیست. مثلا وام من 50 میلیونی، مبلغ وام که به 50 میلیونه، تاریخ قسط اولش. ببینید اول دوره پرداخت رو وارد کنید. من مثلا ماهانه قسط میدم دیگه، ماهانه رو انتخاب میکنم. تاریخ قسط اول رو از 1 ماه آینده نسبت به تاریخ الان خود سیستم واسه شما میزنه. ولی شما مثلا تاریخ قسط اولش مال شهریور مثلا 2 سال پیش بوده، یعنی میزنید 1403 مثلا 1402 06 مثلا 31 موعد پرداختش بوده. حالا 20 تا قسط کلا این شخص باید میداده به شما، این 2500 باید به شما قسط میداده. اگر درصد سود هم داشتید میتونید اینجا اعمال کنید که مبلغ هر قسط رو تغییر میده. وقتی که ثبت تغییرات رو بزنید یه مقداری در حد چند ثانیه طول میکشه که اقساط به دفترچه قسط طرف اضافه بشه. الان وقتی ببینید برج 6402 بوده دیگه، چون پرداختش توی سیستم ثبت نشده اینجا واسه شما میخوره 12 تا سررسید گذشته. وقتی که کلیک میکنید میگه آقای محمد مهدی یگانه اینا رو پرداخت نکرده. خب که حالا باید طرف پرداخت کرده باشه دیگه.
چون الان شما تازه دارین دیتا هاتون رو وارد میکنید، یه مقدار اول کار سخته. شما ثبت واریزی رو تا مرحله انجام بدید واسه اون شخص، خب که این اقساطش برسه به تاریخ الان. وقتی که این دکمه، این آیکون کش رو بزنید و ثبت واریزی رو بزنید، انگار طرف قسطش رو پرداخت کرده. حالا کامل براتون توضیح میدم. وقتی که به اینجا رسید، به این نقطه رسید که دیگه قسط عقب افتاده این شخص نداشت، یعنی شما الان برنامه‌تون به تاریخ امروز تازه آپدیت شده. از الان به بعد نیازی نیست که دوباره این کارها رو انجام بدید. یه مثال دیگه براتون بزنم. ببینید فرض کنید که الان من یه وام جدید شروع کردم، شماره وامش مثلا 2، نام دفترچه مثلا 100 میلیونی، من یک وام شروع کردم، به تب مبلغ وامش هم میشه 100 میلیون، ماهانه است، تعداد اقساطش هم مثلا 30 قسطه، نه 32 قسطه، هم روند باشه. و اینجا میتونم یادداشت بذارم واسه خودم. مثلا میخوام از امروز 8/6 میخوام اصلا از 10/6 شروع به پرداخت قسط بکنه این شخص. می نویسم 10/6 تاریخ قسط اوله. ثبت تأخیراتو که بزنم اینجا واسه من اضافش میکنم. من چرا امروزم گلومی من دارم میخوره. وقتی که اضاف کرد الان تو قسمت سررسید واسه من آورده. چرا؟ چون که 2 روز قبل از موعد پرداختی که ما به سیستم دادیم، اینجا توی سررسید به شما نمایش داده میشه که موقع سررسید اقساطتونه. وقتی کلیک بکنید میگه محمد مهدی یگانه سررسیدش 10/6، یعنی به شما داره آلارم میده که محمد مهدی یگانه تا 10/6 باید این قسط رو پرداخت بکنه. حالا اگر خواستید به کسی این آلارم رو بدین، این هشدار رو بدین که باید قسط رو پرداخت بکنی، از SMS میتونید استفاده بکنید. اینجا شماره تلفن شخص رو میاره. اونجایی که بهتون گفتم شماره تلفن خیلی مهمه که وارد بشه، به خاطر اینه که شماره تلفن شخص رو میاره، نام گیرنده هم میاره، سررسید هم میاره و به طور پیش‌فرض وقتی که روی این بزنیم ذخیره و بستن، اینجا متن پیام میاد لطفا نسبت پرداخت اقدام کنید، که میتونید این متن رو تغییر بدید. حالا بهتون میگم چه جوری. میتونید یه متن پیش‌فرض واسه خودتون درست بکنید که هر موقع خواستید هشدار بدین به مشتریانتون، اون متن براتون اجرا بشه. و ارسال پیام رو که بزنیم، اگر سامانه ملی پیامک رو داشته باشید و یه مبلغ خیلی ناچیزی هم از پرداخت بکنید، میتونید پیامک رو از سرور ملی پیامک واسه اشخاص ارسال کنید، که من الان اینترنت ندارم واسه همین ارور میده. هر موقع که توی ملی پیامک ثبت نام کردید شماره تلفنتون رو، یک کلید API به شما میده که اینجا پیست میکنید. فرام هم شماره تلفن اختصاصی که به شما میده رو اینجا میزنید. وقتی که ذخیره بکنید، خود برنامه به طور خودکار به سامانه پیامکی شما اضافه میشه و پیام به صورت دیفالت ارسال میکنه واسه این اشخاص. فرض بکنید که الان سررسید رو با هم بررسی کردیم. فرض کنید که این شخص محمد مهدی یگانه اصلا به شما زنگ زد، گفت که من این قسطم رو پرداخت کردم، رسیدش هم واسه شما فرستادم، همین سررسیدی که الان دیدیم. حالا چی کار باید بکنیم که این قسطش رو پرداخت کرده دیگه ما اینجا تو سررسید نشون نده؟ ببینید کنار هر اسمی چند تا آیکون هست. این ضرب در اون شخص رو از این دفترچه قسط پاک میکنه که من نمیخوام. این آیکون کش که میبینید وقتی روش کلیک بکنید، داره میگه که شماره وام 2 سررسیدش اینقدر، باقی ماندهشو بهتون میگه، روز دیر کردم که نداشته. شرح پرداختش رو مینویسید، میگه که مثلا به فرض این شخص الان به من زنگ زد، تلفنی تماس گرفت، گفت پرداخت کرده. تلفنی تماس گرفت. بارگذاری مدرک واسه چیه؟ شما اگر رسید واریز اون شخص رو توی بارگذاری مدرک انتخاب بکنید، همیشه دیگه به رسیداتون دسترسی دارید. فرض کنید که من حالا مدرک واریزی روی سیستمم ندارم. فرض کنید مثلا این نقشه رو من حالا این چیزشو نخوند، فرمتشو، به خاطر اینکه این فرمتش
واسه اتوکده این JPG فکر کنم. بله آوردش. مدرک واریزی رو اینجا واسه تون نمایش میده. وقتی ثبت واریزی رو بزنید دیگه اونجا توی این قسمت سررسید رو بهتون نشون نمیده، چون این شخص قسطش رو پرداخت کرده و شما هر موقع خواستید ببینید این شخص اصلا این آیکون پی به چه درد میخوره، وقتی بخواید ببینید این شخص اصلا وضعیت اقساطش چجوریه توی این وام، این پیو که بزنید کلا میاد توی، من اومدم حالا اینجا کم لیوتش ریخ به هم، میاد اینجا بهتون نمایش داده میشه که آقا این شخص 10/6 پرداخت کرده قسطشو، اینم مدرک واریزش. به شما یادآور میشه دیگه، مدرک واریزتون بهتون نشون میده. این یه قابلیت خیلی خوبیه که این برنامه داره. شما هر جایی از این برنامه به باگ خوردید و نیاز داشتید که راهنمایی بشید حتما میتونید با من در ارتباط باشین. خیلی خوشحال شدم از اینکه این برنامه رو بهتون معرفی کردم. امیدوارم که این برنامه به کارتون بیاد. یا علی مدد، خدا نگهدار.